باور کو دل سوز نداریم، به خدا دل رحم نداریم. چند روز پیش در 500 فامیلی بودم، در یک زنی بود همراه یک نفر گپ میزد، من در تلفن گپ میزدم. زن میگفت 1 لک، مرد میگفت 70,000. کنجکاو شدم، موبایل قطع کردم، دور خوردم، طال فامیل ما از قضیه خبر نداره. دور خوردم دیدم که همین نفر اولاد خودم میفروشه. یعنی باور به پروردگار کو بیادرم زندگی سرم تاریک شد. اولاد توتی جگر یک آدم است. ما یک روز خانه نمی باشم، 10 زنگ از مادر میاد بچه‌م چی شده ایسن است. ما دور خوردم گفتم نکفار. ما امرای از این دعوا دارم که تو نفروش اولاد، این ظالم و خدا نترس دیگه امرای ما دعوا داره که ولد تو معامله ما خراب کردی. و خدا قسم انگشتر بسم زمرد پنچیر بود فروختم، کامپیوتر ما فروختم، موبایل جیب ما فروختم. با پدر گفتیم موبایل ما دوست برده، در مادر گفتیم موبایل ما دوست برده، فروختیم یک چیزی به آدم پیسه جور کردیم که اولاد خدا نفروشه. والله حالا مال خدا میدونه که باز گوش نمون فروخت نفروخت پورا خدا میکنه، از دستم هم نمیاد. قربان احساس نیکت